در ادامه برخورد تظاهرگران با ماموران پلیس ضد یورش در شهر کیف پایتخت اوکراین دست کم 2 نفر کشته شدند. پلیس اوکراین سنگرهای تظاهرگران را از بین برد و با استفاده از گاز اشک‌آور و تیرهای رزینی تعدادی از آنها را پراکنده کرد. بعد شروع شدن تظاهرات ضد حکومتی در کیف در 2 ماه پیش بار اول است که 2 نفر در این اعتراضها تلف یافتند. در شهر کویته پاکستان صدها نفر در ازای قربانیان بمبگذاری انتحاری جمع آمدند که در جریان آن 25 نفر کشته شدند. شب 21 ینور یک بمبگذار مرگ طلب اتوبوس زایران شیعه مذهب را در کویته ترک کند و 36 نفر دیگر را زخمی کرد. گروه افراطگرای سنی مذهبی لشکر جنگی پاکستان مسئولیت این حمله خونین را بر دوش گرفت. بر اثر بمبگذاری دیگری در یک منطقه قبایل نشین پاکستان یک نفر است و 6 مامور پلیس کشته شدند. حمله‌وران این بمب را در موتورسیکل ماموران امنیتی نصب کردند که قرار بود گروه طبیبانی را محافظت کنند که کودکان را علیه بیماری فلج اطفال واکسن میزنند. حادثه در ناحیه 400 در ولایت خیبر پختونخوا به وقوع پیوسته است و در جریان آن 6 تن دیگر جراحت برداشتند. بعضی از تندروان اسلامی در پاکستان واکسن زنی را غیر اسلامی می‌دانند و ماموران طبی را جاسوسان کشورهای غربی خوانده می‌کشند. در قرقیزستان طرفداران حزب اصلاحات به نشان اعتراض از عزم حکومت برای پیوستن به اتحاد گمرکی تظاهرات کردند که حالا به این اتحاد روسیه، قزاقستان و بلاروس شامل هستند. با گفته تظاهرگران قرقیز با پیوستن به این اتحاد قرقیزستان استقلالش را از دست می‌دهد، نرخ‌ها بالا می‌روند و صاحبکاران خرد و میانه هم زیان می‌بینند. دولت قرقیزستان حالا شرایط پیوستن به اتحاد گمرکی را با روسیه بررسی دارد. در افغانستان حامیان حقوق معلولان با برگزاری یک نشست خبری در شهر مزاری شریف از حکومت خواستند برای شرکت در انتخابات به آنها کمک کنند. از جمله حامیان حقوق معلولان گفتند برای نابینایان ورقه‌های رایدهی با خط برایل تهیه شود و جهت ورود به قطعه‌های رایدهی برای عربه‌های معیوب راه درست کنند.